قطعاً کسانی که در فرکانس این علم قرار گرفتن دارن این ویدئو رو تماشا میکنن. چرا؟ چون خیلی ها اجازه شنیدن و آشنایی با انرژی های متافیزیکی رو ندارن دوستان. در قلب فنگ شویی ما مفهوم چی رو داریم که به انرژی حیات و زندگی اشاره داره که باید این انرژی مثبت حیات به طور روان و بدون مانع در محیط جریان داشته باشه که بتونیم تأثیرات مثبتش رو احساس بکنیم و بالعکس اگه مسدود یا متراکم باشه میتونه منجر به مشکلات مختلفی از جمله استرس، بیماری و ناهماهنگی در زندگیمون بشه. این علم بر این اصل استواره که محیط اطراف ما تأثیر مستقیمی بر زندگی، سلامت، روابط، درآمد و موفقیت ما داره و در کل اعتقاد فنگ شویی بر این هستش که هر چیزی در محیط ما دارای انرژی هست. در فنگ شویی جهات جغرافیایی نقش اساسی در تنظیم و بهبود انرژی‌های محیط ایفا می‌کنند که هر جهت نمایانگر یک عنصر و انرژی خاص هستش که میتونه بر جوانب مختلف زندگیمون تاثیرگذار باشه. در اینجا از جهت شمال شروع میکنم که عنصر اون آب هستش و رنگ‌های مربوط به این جهت آبی و مشکی هستند که این جهت مرتبط هستش با شغل، کار، حرفه و میتونه بر فرصت‌های شغلی، موفقیت حرفه‌ای و مسیر کاری ما تأثیر بذاره. جهت بعدی شمال شرقی که مربوط هستش به عنصر زمین یا خاک و رنگ‌های زرد و قهوه‌ای رو شامل میشه و این جهت تأثیراتی که داره میتونه بر روی دانش، علم، آگاهی و تحصیل بگذاره و مربوط میشه به این جوانب در زندگی و میتونه بر یادگیری، رشد شخصی و تحصیلاتمون هم تأثیر بذاره که استفاده از اشیا و رنگ‌های عنصر خاک در این بخش میتونه به بهبود تمرکز و موفقیت تحصیلیمون کمکی بسزایی بکنه. جهت بعدی ما جهت شرق هستش که عنصر مربوط به این جهت چوب هست و رنگ‌های مربوط به عنصر چوب که همون طیف رنگ‌های سبز هستن. با روابط خانوادگی سلامت مرتبطه، میتونه به روابط خانوادگی سلامت جسمی، روحی تأثیر بذاره بر این جوانب و همینطور با قرار دادن گیاهان و رنگ‌های سبز در این بخش میتونیم به تقویت روابط و بهبود سلامتی هم کمکی بسزایی بکنیم. جهت بعدی جنوب شرقی هست که عنصرش همانند عنصر جهت شرق چوب و رنگ‌های مربوط به رنگ چوب و طیف رنگ‌های سبز میتونه باشه. مرتبط با ثروت فراوانی که میتونه بر وضعیت مالی و جذب ثروت تاثیرگذار باشه و با استفاده از اشیا و رنگ‌های مربوط به چوب همچنین اضافه کردن نمادهای ثروت در این بخش به جذب فراوانی و بهبود وضعیت مالیمون کمک بکنیم. جهت بعدی جنوب هست که عنصرش آتشه و رنگ‌های قرمز و نارنجی رو میتونه داشته باشه که با شهرت و اعتبار مرتبطه. این جهت میتونه بر شهرت اجتماعی و اعتبار ما تأثیر بذاره و با استفاده از اشیا و رنگ‌های آتشین در این بخش میتونیم به بهبود اعتبار و جذب توجهات مثبت کمک بکنیم در زندگیمون. و جهت بعدی جهت جنوب غربی هستش که مربوط به عنصر زمین همانند جهت شمال شرقی هم عنصر هستش و رنگ‌های زرد و کرم و قهوه‌ای رو شامل میشه که این جهت مربوط با روابط عاطفی و عاشقانه زوجین و ازدواج هست، همینطور سلامت زن خونه که میتونه بر زندگی مشترک تاثیر بذاره و ما میتونیم با استفاده از اشیا و رنگ‌های عنصر زمین و قرار دادن نمادهای عشق مثل جفت مجسمه‌های پرنده یا تک قلب در این بخش میتونیم به تقویت روابط عاطفی کمک بکنیم. جهت بعدیمون غرب هستش که مربوط به عنصر فلز و رنگ‌های سفید و نقره‌ای و یا خاکستریه و این جهت میتونه مرتبط باشه با خلاقیت و فرزندان و باروری و اینکه بر روابط با فرزندان هم میتونه تاثیرگذار باشه که با قرار دادن وسایلی مثل ابزارهای خلاقیت و عکس فرزندانمون در این بخش به تقویت خلاقیت، باروری و بهبود روابط با فرزندانمون کمک بکنیم. و آخرین جهت شمال غربی هستش که عنصرش همانند عنصر جهت غرب فلز هستش و
همینطور رنگ‌های سفید و نقره‌ای و خاکستری رو شامل میشه. تأثیر این بخش مربوط میشه به مرد خونه، سلامتیش، همینطور کمک‌های دیگران و حمایت‌ها، همینطور مسافرت. این جهت میتونه بر جذب حامیان و سفرهای عالی و روابط با افراد مهم تأثیر بذاره که با قرار دادن اشیا مثل عکس افرادی که به ما کمک میکنن و نماد حمایت هستن، همینطور المان‌های سفر به جذب حمایت‌ها و بهبود روابط و سلامت مرد خونه کمک میکنیم. استفاده از رنگ‌ها و اشیا مربوط به هر جهت، البته بعد از رفع نواقص در اون جهت، میتونه به تقویت انرژی‌های مثبت در اون بخش کمک بکنه. همینطور حفظ نظم و پاکیزگی در هر بخش از خونه یا محیط کارمون به بهبود جریان انرژی و تاثیرات مثبت اون کمک میکنه. دوستان، در این ویدیو من مختصراً فقط خواستم که شما جهات اصلی، 4 جهت اصلی و 4 جهت فرعی رو، همینطور عناصرشون، تأثیراتشون بر جوانب مختلف زندگیمون با شما در میون بذارم. یک جهت رو من از قلم جا انداختم، جهت مرکز هستش که عنصرش همانند عنصر جهت شمال شرقی و جنوب غربی خاک هستش، همینطور رنگ‌هاش هم زرد و کرم و قهوه‌ایه که این 3 تا جهت هم عنصر هستن. جهت‌های شرق و جنوب شرقمون هم عنصرن، فلز شمال غربی و غرب رو در بر میگیره و فقط جهت شمال و جنوب هستش که تک عنصرن، یعنی شمال برای خودش تنها آبه و جنوب آتش هستش که در محیط زندگی یا محیط کارمون بعد از کشیدن و رسم پلان و نقشه اون محیط و ما میایم مرکز رو پیدا میکنیم و جهتیابی‌های اصلی رو با توجه به قطب نما به دست میاریم و محدوده هاشون رو که در ویدیوهای بعدی من مفصل‌تر براتون توضیح خواهم داد انجام میدیم و چیدمان انرژیتیک رو در محیط پیاده میکنیم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنید دوستان، با دوستانتون به اشتراک بذارید، همچنین نظراتتون رو برام کامنت کنید. اگه سوالی در این خصوص داشته باشید پاسخگو هستم و اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید حتما همین الان دکمه‌اش رو بزنید تا از ویدیوهای جذاب و آموزنده بعدی با خبر بشید. یک ویدیو هم در رابطه با علم فنگشوی و آشنایی و همینطور تاریخ و قدمتش من داشتم که میتونید شما برید و اون رو تماشا بکنید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. روزتون پر از انرژی الهی باشه دوستان.